رنجیده ای سرو خوش بالای من، ای دلبر رعنای من، لله لبت حلوای من، از من چرا رنجیده ای؟ اوفش مرسی. خوبه کاره. مرسی دوستان. از اون دست آدمایی که نشون میده فضای مینی چت و اینها بسیار فضای سالم و قشنگی میتونه باشه، هم هنرمندی، هم ترویج دوستی، هم این خیلی قشنگه. این مؤدب بودنشه که الان چندین سال ما این رفاقت رو داریم و واقعا دوست داشتنیه. دلمونم براش خیلی یعنی تنگ شده. یه سر بریم تیک تاک ببینیم. گفتم میخواد ببرم تاجیکستان ها. نه بس تیک تاک ببینیمش، یکم با هم دیگه گپ بزنیم، میریم تاجیکستان. ان شاءالله یه روز سه‌شنبه میریم دوشنبه. چقدر قشنگ، خیلی باحال میشه. ای والله قشنگ بود. امیدوارم با ما همراه بوده باشین، کیف کرده باشین این دقایقو. مثلا زاکی؟ آره اوکی. ذکر کننده میشه ماموش. بله. اوکی چند سالته؟ چند 24. دیگه چند خیلی خوب، خیلی دوستش دارم. اصلا این محجوب به حیا و این حیایی که تو چهرشه دلم میخواد بگیرم ماچش کنم. مأخوذ به حیا. محجوبم میشه دیگه، یعنی در حجب و خلاصه. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میشه اینو بخونی؟ میشه. تو اصلا خودت ناراحت نکن. زیاد شما درگیر نشو. من همونم که یه روز به. میخواستم دریا بشم، چه ذوق کرد. میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم، آرزو داشتم برم. به وجد اومد. درود. حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریسا هستم، خوش اومدید به چنل خودتون. خیلی خوش برگشتید به چنل پریفان میوزیک. بندم که سینا هست. ما برگشتیم با زاکر جان عزیز. امیدوارم که تا ثانیه آخر با ما همراه باشید و حسابی لذت ببرید. زاکر در عنفوان و ایام جوانی، هنوزم جوانه، قدیمی؟ شوخی آره یکم قدیمی‌تر و بابا، 1 نوستالژیک‌تر سال پیشه. قراره ببینیمش، کیف کنیم، دور هم گپ بزنیم و شما پیشنهاداتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. قلب سبزم بذارید. چت رولت کن. سلام علیکم. سلام علیک. خوبی؟ مرسی. تو خوبی؟ مرسی. چه خبر؟ سلامتی. خواننده ای؟ آره. بخون. چی بخونم؟ هر چی دوست داری. یه نفر با اون دلمو نکن خون. آی سیاه زنگی دل من نکن خون، وای تو رفتی کجا شدم چو مجنون. آی سیاه زنگی دل من نکن خون، وای تو رفتی کجا شدم چو مجنون. جمل جمل و جملک جمل غدو، جمل جمل و جملک جمل غدو. دل تو محبس سینه وای آروم نمیگیره، الیاسه الیاسه اصرار نمیپرسه، وای مره سینه بلرزون بلرزون بلرزون. گرد کمرتر بچرخون بچرخون بچرخون. جمل جمل و جملک جمل غدو، جمل جمل و جملک جمل غدو. اولین بار این آهنگو میشنم. این آهنگ من اولین بار میشنم ازش و خیلی به زبان محلی است. خیلی قشنگم تونسته بود یه چیزایی رو توش اجرا کنه. مثلا اون هللیوس یه چیزیه که تو خود ایران هم هر کسی نمیدونه. آره مربوط به جنوب ایرانه و یه لفظ شاده. خوب. عالی بود. صدا خوب. مرسی. بچه کجایی؟ تاجیکستان. اسمت چیه؟ اسم من نازی. نازی؟ آره. اگه امین بود الان چی میگفت بغل دست زاکر؟ نازی چقدر تو نازی. همیشه یه چیز آماده برای خانواده داره. چون با نمکه. نازی. نازی؟ آره. اسم من زوکی. زوکی. سلام زوکی. زنده باشی نازی. چون از صدات خوشم اومد نمیتونم شماره‌تو داشته باشم. پیجتو اینستا ما میدم. جانم هستی. اوکی. دیسیپلین کاری رو داشتی؟ سلام علیکم. سلام. خوبی؟
تو خوبی؟ مرسی. یوتیوبری؟ نه خواننده. خواننده؟ چرا همیشه توی اینا که زنگ میزنه 2-3 نفرن معمولا دوستن، بعد همیشه اونایی که اونورن جلو دوربین نیستن پرروترن بیشتر حرف میزنن و سوال میپرسن تا خودمون کسه. اوکی. چه خبر؟ سلامتی. من از تاجیکستان هستم. تاجیکستان رو میدونی؟ آره میشناسم. شما از کجا هستی؟ ما ایرانیم ولی آلمان زندگی میکنیم. خوبه. من آهنگ میخونم، میخوای گوش بدی آهنگ؟ بخون. از کی گوش میدین بیشتر؟ آهنگای کیا گوش میدین؟ شادمهر. خوراکشه. امروز دنبال یه خورده احساس بودم، کمترین حق منه، من که باهات این همه رو راست بودم. انقدر دور شدی و مغرور شدی که دیگه کور شدی، عشقما نمیبینی تو که میری با خیال راحت، ولی سرنوشتما نمیبینی. سنگ شده اهل جنگ با همه رنگ شدی که باور کردم که از وقتی عاشقت شدم فقط حالمو بدتر کردم. خیلی تم صداش به شادمهر عقیلی میخوره. طبقه بالا داره میاد پایین، شروع کرده به چکله داره با چکش خلاصه حسابی کندوکاو میکنه. همسایه‌مون خونش رو بگذریم، صداش خیلی به تم آهنگای شادمهر عقیلی آره دیگه گفتم خوراکشه. عالی اجرا میکنه. واو مرسی. خیلی محجوب. خیلی قشنگ. اسمتون چیه؟ من پارمیدم. دوسته چی؟ دوستم مهسا. مهسا پارمیدا. اسم من زاکی. زاکی؟ آره. اوکی. ذکر کننده میشه معنیش. بله. اوکی. چند سالته؟ 24. من دیگه چند خیلی خوب. خیلی دوستش دارم. اصلا این محجوب حیا و این حیایی که تو چهرشه دلم میخواد بگیرم ماچش کنم. مأخوذ به حیا. محجوبم میشه دیگه، یعنی در حجب و خلاصه بگذاریم. ولی خیلی کاراکتر و اخلاق و منشش خیلی دوست داشتنیه. 24. چند میخوره؟ 22. آره. نه برات دوستان. مرسی دخترم. شب خوش داشته باشی. خاطر این صدای خوش و خداحافظ. هنرمندیش جوون مونده. سلام علیکم. چه قشنگه. سلام. خوبی؟ چه خوشگله. مرسی. خواهرم کجا هستی؟ افغانستان. این هندیا میمونی. آره. من از تاجیکستان. مازراتی برات. از هراتن. آره. اسمتون چیه؟ نسترن. آتنا. آرمیتا. آتنا. چه ژنتیک خفنی دارن این ستاشون. الان انداخت احساس میکنم حالا یه دختر خاله دخترمو یا خواهرن. اصالتا افغانی، متولد ایرانی، ساکن استرالیا. اینجوری. آخ جان. استرالیا هسته. آره. آهنگ میخونم، میخوای گوش بدین؟ آره. پیدا کن مرا، شاید آشنا باشم با تو. پیدا کن مرا، آشنا کن مرا با قلب مهربانه. بیدار کن مرا، تو این شب رویایی نرو که با تو بودم. بیا با من یکی شو، اولین و آخرینم. میخوام از تو بخونم، میخوام با تو بمونم. بیا قلبمو احساس کن جان. پیدا کن مرا،
شاید آشنا باشم با تو پیدا کن مرا. یکی از بهترینا توی این ژانری که فارسی بخونن و آهنگا رو بخونن و خوش اکتم باشن واقعا زاکر و امین جونن. خیلی فوق العاده. حالا تو ژانر فارسیشو میگم، حالا روسی زیاد داریم، انگلیسی زیاد داریم. خیلی عجیبه صداش. آره کمتر کسی که انقدر پیگیر بوده باشه این ژانر رو انقدر خوب جلو رفته باشه، انقدر قوی باشه توش. یه دونه ما ایرانی مثلا نیکشا رو میشناسیم که خیلی کارش قویه. آره نیکشا بعد زد مثلا تو زبان‌های دیگه هندی، ترکی و خیلی قشنگ چیز میکنه. البته همون فالو هم دارن چون توی این مدل چیز هستن، یه ژانر هستن. آره قشنگه. سلامت باشی. واقعا خیلی خوشگله. Allah yangi چی میگه؟ هیچی نمیگه. چیه؟ خیلی قشنگه. من خیلی راحت میکشم. تشکر زیاد. سلامت باشی. میگم درخواست آهنگ. مرسی دخترو. شب خوش داشته باشین. همچنین. خداحافظ. بای بای. چقدر با نمک بودن. هلو. این آرنکاست که بزرگ شده باشه. گیتار داری؟ آهنگ آره میزنی؟ خواننده هستم. خب بخون. دیدی استرالیا گرم بود اینجا. دقیقا. اگه بله. حامیم؟ آره. حامیم چی میگه حامیم؟ میگه با تو رنگه دنیام چه قشنگه. توی وضعیت سفیدم باهات متضاد منی ولی رفیقم با من سیاه تو سفید فرقمون زیاد اما جالبینه کاملا به هم میاد تیرگی من با روشنی تو قشنگ بعد شب تیر روشنی صبح تو دلیل من برای بودنی من دلیل تو با تو رنگه دنیام چه قشنگه سیاه سفیده آره همینشه که قشنگه من شب تارم و تو هم شدی ما هما کنار هم کاملی میفهمی احوالمو با تو رنگه دنیام چه قشنگه سیاه سفیده آره همینشه که قشنگه. یکی از پر احساس ترین آهنگاییه که حداقل تو 2-3 سال اخیر توی مثلا فارسی ترند شده و خونده شده. آهنگی که من همیشه تقدیم میکنم به پریسا. بسیار عاشقانه زیبا و تمیزی است. سیاه و سفید. خیلی قشنگ خوندی. مرسی. با 2 ساعت داشتی موهاتو خیلی میبستی. قشنگ خوندی. اسمت چیه؟ چرا بازش کرد؟ نه زهرا؟ آره. اسم من زوکی. فالو کن اینستا زوکی؟ یوتیوب. آره. ایرانی هستی؟ نه من از تاجیکستان هستم. خوب برای ایرانی میخونم. در وقت خوندن لهجه داشتم یا اینکه نداشتم؟ نمیدونه فارسی حرف نه میزنه. نداشتیم. واسه همین میگم تعجب کردم و خوندی. نه به خاطر که خب لهجه فارسی شد یکم تاجیکی داره مثلا میگه خوندن رو خیلی خوب مدل ایرانی خوندی شاید منظورشون نبود. نه نفهم. احساس میکنم نمیدونه فارسی صحبت. حالا ادامه ببینیم میرسه یا نه. یعنی فکر کنه تمرین کرده مثلا. نفهم. چیکار میکنی؟ راست میگه. بالاخره گفت حرف دل ما رو زد. من 21. تو چند سالته؟ من 24. پیج اینا داری آهنگ میخونی؟ آره اینستا یوتیوب تیک تاک. یوتیوب هم هستی؟ آره. آره. بله بچه‌مون کار درست هنرمند جدیدن هم موزیک ویدیوهای چند میلیونی داره میده بیرون. خیلی کارش بچه خفنه. اینجا می‌نویسم. آره. دوست داریم زود به زودتر بخونه. آره. آره که علی شما سلامو خوبی داداش. من از تاجیکستان هستم. چجوری غیب شد؟
تاجیکستان هم اشکال نداره، ما بچه‌های تاجیک هم دوست داریم، ما تاجیکی نیستیم ولی تاجیکی جنوبیه؟ آره کاری که از ما بخوام واسه شون انجام بدیم تا حد توان. زنده باشی. چرا این میخنده؟ آفرین بچه خوشخنده ایه. آره میشه یه دهم واسمون بخونی؟ از کی بخونم؟ حالش خوب نیست اونوری به خاطر اون میگه. من میگم من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم. میشه اینو بخونی؟ میشه. تو اصلا خودت ناراحت نکن. زیاد شما درگیر نشو. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم. چه ذوق کرد. میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم. آرزو داشتم برم به وجد اومد تا به دریا برسم، شب آتیش بزنم اینجاش خیلی مهمه تا به فردا برسم. آفرین زنده باشی. آفرین 1% فکر می‌کردم من خونی خیلی فکر خوب رفت. نمی‌کردم بلد باشین آهنگو. مرسی بچه ها، زنده باشی. مال که سلام کاکو. خوبی؟ سلام کاکو. خوبه؟ مرسی. فکر کرد جنوبیه، فکر کرد مثلا ایرانیه ولی اهل جنوبیه. بچه کجا هستی؟ من بچه تهران. خوبه، من از تاجیکستان هستم. تاجیکستان رو میدونی؟ بله من آهنگ میخونم، میخوای گوش بدین دختر رو؟ بله بفرمایید. با افتخار. ای یار ناسامان من، از من چرا رنجیده ای؟ چرا؟ ای درد و ای درمان من، از من. اولش خیلی این دختر با چیز اومد، یه اعتماد به نفس خاصی. کسایی که مثلا وقتی خودشونو معرفی میکنن یه چشم ابرو ما میگن. بعد اینجا رو نگاه کنین چقدر شوک شد. ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده ای؟ ای سرو خوش بالای من، ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من، از من چرا رنجیده ای؟ ای سرو خوش بالای من، ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من، از من چرا رنجیده ای؟ اوفش مرسی. خوبه کاره. مرسی دختر. از اون دست آدمایی که نشون میده فضای مینی چت و اینها بسیار فضای سالم و قشنگی میتونه باشه، هم هنرمندی هم ترویج دوستی هم خیلی قشنگه. این مؤدب بودنشه که الان چندین سال ما این رفاقت رو داریم و واقعا دوست داشتنیه. دلمونم براش خیلی تنگ شده. یه سر بریم تیک تاک ببینیمش. گفتم میخواد ببرم تاجیکستان ها. نه اول تیک تاک ببینیمش، یکم با هم دیگه گپ بزنیم، میریم تاجیکستان. ان شاءالله یه روز سه‌شنبه میریم دوشنبه. چقدر قشنگ، خیلی باحال میشه. ای والله قشنگ بود. امیدوارم با ما همراه بوده باشین، کیف کرده باشین این دقایقو. مثلا دمتون گرم، قربون شکل ماهتون بشم. ماچ به کله هاتون. ادامه ویدیوی زاکر جان رو میتونید از کانال خودش ببینید. بریم و خدا نگهدار. خدا نگهبان.